چرت و پرت تیوی. این قسمت بچه سوسک شجاع. بابا داری چی کار میکنی؟ پسرم مثل همیشه وقت گوه خوردنه. منم دارم گوه میخورم. میخواستم بگم خسته شدم از بس این پایین گوه خوردم. میخوام چیزای دیگه رو هم امتحان کنم. مگه همیشه تو داستانایی که تعریف میکنی نمیگی اون بالا تو آشغالا چیزای خوشمزه دیگه هم پیدا میشه؟ شما هم که تجربه بالا رفتن از اینجا رو داری. بیا این دفعه هم شانسمون رو امتحان کنیم. ببین پسرم، من و مامانت 5 ساله که اینجاییم. تو این 5 سال 1000 بار شانسمون رو امتحان کردیم و نشد. هر دفعه این راه میریم بالا انگیر میشیم. برو بچه جون، الان دیگه مثل اون زمانا جوون نیستم. بذار ببینم چه گویی دارم میخورم. تو هم فیلمای تام کروز زیاد دیدی. بابایی به دلم افتاده این دفعه دیگه میریم بالا. بیا فقط همین یه بار رو امتحان کنیم. ببین یه ساعتی میریم که خواب باشه. من روزایی که میخواد برینه رو میدونم. آخرین روز دیروز بود. اگه دل درد نداشته باشه روز بعدی حداقل 2 روز دیگه است. باشه، پس با ضمانت تو اگه این دفعه هم انگیر شدیم من میدونم و مامانه. بابایی من دیگه نمیتونم، خسته شدم. 5 ساعتی داریم این مسیر رو میریم بالا. بیا یکم استراحت کنیم. دیگه چیزی نمونده پسرم، داریم میرسیم. من دارم نور رو میبینم، خیلی نزدیکیم. چه دل دردی گرفتم. ای ان تو این شانس. چی شده بابایی؟ نباید امروز میومدیم. مگه نگفتی روزای فرد فقط میرینه؟ امروز هم زوجه دیگه، 18ام. احمق، امروز 18 ژانویه است. در اصل امروز 29 دیه، یعنی روز فرده. اوه چقدر باد ول میکنه، احتمالاً اسهال شده. ببین من دیسک کمر دارم، این برینه من بیفتم من میدونم و مامانت. نترس بابا، چیزی نمیشه. وای سیفونو کشید. اگه ان بخوره بیفتم مادرت. سابسکرایب کن تا ویدیوی چرت و پرت بعدی رو ببینی.